الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس سوم میخوریم ان شاء الله تعالی. درس سوم موضوع چی است؟ معانی و دلالات صفات و نسبت آن به الله سبحانه و تعالی. صفات که از دارای معانی و دلالات های مختلف است که در قرآن عظیم شان این صفات به اشکال زیر ذکر شده. یعنی اینجا اشکال مختلف صفات ما میخونیم و بعضی صفات است که به الله سبحانه و تعالی جایز است که نسبت بدیم و بعضی از صفات است که جایز نیست که به الله سبحانه و تعالی نسبت داده شود. پس این چند قسم از صفات میبینیم که کدامش جایز است و کدامش جایز نیست. کدامش در آیات قرآن برای ما گفته که این صفات مربوط الله میشه و به صفات دیگه که او گفته که این به الله سبحانه و تعالی جایز نیست. قسم اول صفات کمال است. صفات کمال صفات را میگن که به جلال و عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی شایسته هستند و در قرآن عظیم شان به اشکال مختلف آمده. مثلا صفات کمال به اشکال مختلف در قرآن عظیم شان ذکر شده که او را ما و شما به الله سبحانه و تعالی نسبت میدیم. اولی این صفات به شکل اسماء الله الحسنا هست. اسماء الحسنا هم میگن و اسماء الصفات میگن. قرآن شریف شما باز کنین سوره اعراف آیت 180. اینال اکثریت در قرآن عظیم شان اکثریت صفات الله سبحانه و تعالی به شکل یک نام آمده. ما شما گفتیم اون اسماء الصفات و اسماء الحسنا میگن. مثلا الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 180 میفرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یعنی ولله و خاص است. اینجا لام که است این علما میگن برای چی است؟ برای تخصیص است، اختصاص. یعنی خاص از برای الله الاسماء الحسنى، نامای نیک. فادعوه بها، پس شما الله سبحانه و تعالی را طلب بکنین یا دست دعا بلند بکنین یا توسل بکنین به این نامهای الله سبحانه و تعالی. پس ما وقتی که میخوایم مثلا به الله توسل بکنیم میگیم یا الله تو رحمان هستی، رحیم هستی، بالای مرا رحم بکن. یا الله تو رزاق هستی، روزی مرا حلال نصیب ما بکن. یا الله مثلا تو تواب هستی، من بنده گناهگار هستم، توبه مرا قبول بکن. از اینجا الله متعال میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه. و شما ترک بکنین کسایی را که در نامهای الله الحاد میکنن. الحادی مانا که مثلا مشرکین قریش نامهای الله را چی میکردن؟ نامهایش مثلا بتهای مؤنث داشتن. مثلا از اله لات جور کرده بودن اسم مؤنث. از مثلا المنان منات جور کرده بودن اسم مؤنث. اینا الحاد هستند. یا ای که مثلا نامهایی را به الله نسبت میدن که به الله به ذات و جلال و عظمت الله شایسته نیست. الله میگه که وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. زور است که اینا جزا داده شوند به سبب آنچه که اینا عمل میکنن. خب قسم دوم صفت به شکل یک اسم صفت است. یکی به شکل یک نام است، اسماء الله الحسنى رو میگن. نام های الله هست که اسماء و صفات هم هستن، اسماء الحسنى هستن. قسم دوم صفت به شکل یک اسم صفت است. مثل چی؟ مثل قوت، مثل رحمت، مثل علم. اینال قوت این اسم صفت است. مثلا شما سوره بقره آیت 165 بکشین. در سوره بقره در آیت 165 الله سبحانه و تعالی می فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. و من الناس بعض از مردم ها هستند، من کسانی هستند که یتخذ میگیرن من دون الله اندادا، بغیر از الله شریکان. یحبونهم، باز اینا دوست می داشته باشن همین شریکایی را که به الله گرفتن. مثلا بت‌ها را میگیرن، مثلا بعضی اشخاص میگن که قبرها را میگیرن، میگه اولیاء الله است. بعضیا را چی میداشته باشن؟ یحبونهم كحب الله. اینقدر را دوست میداشته باشن همون قسم محبتی که انسان به الله داشته میباشه یا همین محبت الله را به این مخلوقات میدن.
والذین آمنوا، اما کسانی که ایمان آوردن، اشد حبا لله، یا محبت بسیار قوی به الله می داشته باشه. فکرتان باشه یکی محبت عبادت است، یکی محبت غریزی هست. محبت عبادت چی را میگه؟ که انسان الله را دوست داره، قلبا الله را دوست داره و از هر کسی دیگه که او را دوست داره و بر از او رکوع میکنه و سجده میکنه و عبادت میکنه، و این محبت یک عبادت قلبی هست. یکی محبت چی است؟ محبت غریزی هست. مثل مادر اولاد خود دوست داره، پدر اولاد خود دوست داره. این محبت عبادت نیست. این محبت چی است؟ فطری و غریزی هست. حتی حیوانات مثلا چوچای خود دوست دارن. اما محبت عبادت او است که او مخصوص الله هست. الله متعال میگه بعضی کسا هستن، بعضی از مخلوقات امرایش محبت میکنن، او تو محبتی که او باید برای کی باشه؟ به الله باشه. والذین آمنوا، اما کسانی که ایمان دارن، اشد حبا لله، محبت قوی به الله می داشته باشن. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. ولو یرى الذین ظلموا، و اگر ببینن کسانی که ظلم کردن، از در هنگامی که در روز قیامت یرون العذاب، ببینن عذاب را، باز اونا میفهمن که ان القوة لله جمیعا. اصل شاهد یا اصل مثال ما و شما سر کلمه قوت است که اینجا صفت قوت برای کی نسبت داده شده؟ یقینا که قوت لله جمیعا، تمامی قوت ها که است مخصوص الله است. و ان الله شدید العذاب. پس اینجا ببینید کلمه قوت ما و شما گفتیم به الله استعمال کرده. همین قسم مثلا کلمه علم، صفت علم به الله نسبت داده شده. مثلا سوره نساء آیت 166 بکشین، در این میگه که لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه. میگه الله شهادت میده با آن چیزی که نازل کرده به تو. انزله بعلمه، این نازل کرده الله متعال بعلمه، به علمش. پس اینجا کدام صفت به الله نسبت؟ صفت علم. آفرین. والملائکه یشهدون، و ملائکه هم شهادت میکنن، و کفا بالله شهیدا، و کافی است به الله که شاهد باشه. دیگه مثلا صفت رحمت است. در سوره اعراف آیت 56 شما ببینید، اینجا الله متعال میگه که ان رحمت الله قریب من المحسنین. آغاز آیت تو است که والله تفسد فی الارض بعد اصلاحها، در زمین فساد نکنین بعد از اصلاحش، ودعوه خوفا و طمعا، الله را دعا بکنین در حالی که هم از الله میترسین و هم به الله امید و طمع و رجا دارین که مرا میبخشه. یعنی قلب انسان مسلمان بین خوف و رجا میباشه. مثلا ما وقتی که طلب میکنیم میترسیم که به اساس گناه های ما و اشتباهات ما، غلطی های ما، همین دعای ما قبول نشه، لکن امید هم داریم. پس گفته الله متعال ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. یقینا که رحمت الله نزدیک است بر کی؟ بر انسان های نیکوکار. اینجا کدام صفت الله متعال به خود نسبت داد؟ صفت رحمت. خب قسم سوم صفات هستند که به شکل مضاف و مضاف الیه می باشند. در زبان عربی چی است؟ مضاف است و مضاف الیه. بعضی کلمات مضاف چی میگه، مضاف الیه چی میگه؟ مثلا ما و شما مثلا یک کتاب میگیریم، میگیم که کراست الاستاد. اینا میگیم این چی هسته؟ این کتابچه استاد است. پس کراسه مضاف شد، استاد چی شد؟ مضاف الیه شد. اینا بعضی از صفات الله در قرآن عظیم الشان به شکل چی آمده؟ مضاف و مضاف الیه. مثلا سوره غافر آیت 3 شما ببینید، الله متعال میگه غافر الذنب. غافر مضاف، ذنب چی شد؟ مضاف الیه. قابل التوب، و قابل التوب، قابل چی شد؟ مضاف، و توب چی شد؟ مضاف الیه. یعنی غافر الذنب، الله متعال مغفرت کننده گناه ها هست، و قابل التوب، و قبول کننده توبه هست. شدید العقاب، سخت عذاب گیرنده هست. ذی طول، بسیار صاحب نعمت هاست. لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا هو، مگر او. الیه المصیر، و سوی از او
بازگشت است. پس اینجا صفات الله، صفات کمال به کدام شکل آمده؟ به شکل مضاف و مضاف الیه. غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول. این در یک آیت 4 مثال آمده. قسم چهارم صفات الله به شکل یک جمله فعلیه آمده. مثلا جمله فعلیه کدام جمله را میگن؟ جمله فعلیه او جمله را میگن که در اولش فعل واقع شده باشه. چی واقع شده باشه؟ فعل. مثلا سعی کنین در سوره شورا آیت 49 پیدا کنین. الله متعال میگه لله ملک السماوات والارض. لله خاص است برای الله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین. یعنی مالک متصرف آسمان ها و زمین کی هست؟ الله هست. الله متعال میگه چون در انسان ها، در حیوانات، در تمام کائنات مالک متصرف الله هست، الله متعال همین مالکیت خود تشریح میکنه که یخلق ما یشاء. هر چیزی را که بخواه الله او را خلق میکنه. این یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء چی هست؟ جمله فعلیه هست. پس اینجا صفت الله به شکل یک جمله فعلیه بیان شده که در اولش فعل آمده. یخلق ما یشاء، خلق میکنه الله هر چیز بخواه. الله متعال برای ما شما یک عقیده میده که مالک همین طفلی که در بطن مادر میباشه، مالک متصرف از کی است؟ الله هست. یخلق ما یشاء، هر چیزی که بخواه الله او رو چی میکنه؟ خلق میکنه. تفصیلش میده که یهب لمن یشاء اناثا. یهب لمن یشاء اناثا چی معنی؟ یعنی هبه در زبان عربی تحفه را میگه. الله متعال تحفه میده، هدیه میده برای کسی که بخواه اناثا، دخترها را. پس اینجا الله متعال میگه که اگر در خانه شما دختر پیدا میشه، این دخترک چی هست؟ تحفه الهی برای تو هست. تو نباید مثل جاهلیت وارو بگی وی دختر شد. یهبو لمن یشاء. اینجا هم الله متعال صفت یهبو. نام الله متعال چی است؟ الوهاب هست. نام الله چی است؟ الوهاب است. اینجا الله میگه که یهبو لمن یشاء اناثا. این ذات وهاب برای بعضی ها تحفه میده چی؟ دختر. و یهب لمن یشاء الذکور. به یک تعداد دیگه که خواسته باشه الله متعال پسر میده. این کار الله هست. بسیاری وقتا پدرش، مادرش حتی تا وقتی که تولد نشده باشه خبر نداره که این بچه است یا دختر است. یا مثلا تا که التراساوند بکنه، معاینات تلویزیونی بکنه و بازور قبل از او که است مثلا اون رو نمیفهمه. الله متعال است که برای یکی پسر میده، برای یکی دختر تحفه میده. او یزوجهم ذکرانا و اناثا. یا الله متعال برای بعضی کسایی که یک قسم مردم دختر داد و پسر ندادش، یک تعداد دیگر پسر داد دختر ندارن. قسم سوم چی است؟ او یزوجهم ذکرانا و اناثا. برای بعضی دیگه هم دختر میده هم پسر میده. این هم نعمت الله هست. و یجعل من یشاء عقیما. و بعضی کسایی را عقیم میسازه، یعنی هیچ اولاد نمی داشته باشه. عقیم چی را میگه؟ یعنی نازا که هیچ اولاد نمی داشته باشه. پس اینمی که مالکیت از الله هست، مالک متصرف الله هست. میبینید که در عقیده چقدر این نقاط بسیار مهم است. بسیاری کسا به اینمی آیت کافر میشن. چه قسم کافر میشن؟ وقتی که خانه دختر میشن، این خانه خود ملامت میکنه. الله میگه که مالک متصرف کی است؟ الله هست. مالک متصرف الله هست. برای کسی دختر میده و بعضی کسا انتقاد میکنن و میگه که تو خانم چرا؟ پس مالک متصرف کی ساخت؟ خانم خود ساخت. و اینجا این انسان به شرک و کفر مبتلا شد. در حالی که این دختر دادن و پسر دادن و یا دختر و پسر دادن، الله در آیت قرآن در دو آیت میگه، در سوره شورا در آیت 49 و 50 که این کار الله هست و این به شکل تحفه برای کسی دختر میده، برای کسی به شکل تحفه پسر میده، برای کسی اردوش میده و برای کسی هیچ نمیده. هیچ اولاد نمی داشته باشه. خوب پولدار است، مالدار است، لکن اولاد نداره. مالک متصرف کی است؟ الله هست. پدرم اولاد میخواد، دخترم خانمش هم میخواد، لکن الله برش نمیده. اما یک کسی دیگه است الله برش میده.
پس این مربوط به الله میشه. پس اینجا ما و شما اصل مثال داشتی بود که خب چند صفت الله رو اینجا ما و شما به شکل جمله فعلی داریم. یخلقو، یهبو، صحیح شد نه؟ یخلقو ما یشاء یک جمله فعلیه شد. یهبو لمن یشاء دیگه جمله صفت الله به شکل جمله فعلیه شد. و یهب لمن یشاء الذکور اسم جمله فعلیه. او یزوجهم ذکرانا و اناثا این چهارم جمله فعلیه شد. و یجعل من یشاء عقیما این دیگه چی شد؟ جمله فعلیه شد. یجعلون. پس اینجا به شکل چی آمد؟ به شکل جمله آمد. این حال ما و شما در صفات الله او که به شکل نام آمده به شکل نام استعمال میکنیم. او که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده ما و شما هم باید به شکل چی استعمال بکنیم؟ مضاف و مضاف الیه استعمال کنیم. مثلا قابل التوب باید همین قسم بگویم که یا قابل التوب، اما تنها قابل استعمال کردن نمیتونیم چرا توقیفی هست. این حال اینجا که صفات آمده که مثلا و یزوجهم ذکرانا و اناثا ما و شما همین قسم میگیم که الله متعال است برای یک از پسر و دختر میده. همون قسم که جمله فعلی است به شکل جمله استعمال میکنیم. قسم پنجم صفات به شکل جمله اسمیه هست. جمله اسمیه در زبان عربی کدام جمله را میگه؟ که در اولش چی میه؟ اسم میه. در جمله فعلیه اولش چی میه؟ اولش فعل میه. در جمله اسمیه اولش چی میه؟ اسم میه. اینال فعال لما یرید. فعال چی هستن؟ فعال اینی اسم است. پس در اولی ای فعال لما یرید یعنی الله انجام دهنده هست هر چیزی که بخواهد. این حال این سوره بروج آیت 16 هم است. متوجه شدین؟ پس اینجا صفت الله به شکل چی آمده؟ به شکل جمله اسمیه آمده است. درست است نه؟ قسم ششم در درس که ما شما خواندیم تا قسم خب او قسم پنجم بود. حالا قسم ششم. قسم ششم صفات نقصان. بعضی از صفات هستن که مربوط کی میشن؟ مربوط مخلوقات میشن. صفات نقصان صفات را میگن که مربوط مخلوقات میباشن. مثل چی؟ مثل خواب کردن، خوردن، نوشیدن، ازدواج کردن، تولد شدن، همسر داشتن، والدین داشتن. اینا کلش چی هستن؟ اینا کلش صفات چی هستن؟ صفاتی هستن که مربوط مخلوق هستن. اینا یا صفات مربوط مخلوق که شد یا چی هست؟ نقص هست. شاید برای انسان خوب باشه اما چون مربوط مخلوق هست این صفات نقصان هست. اینا این صفات که مخصوص مخلوقات هستن ای به جلال و عظمت الله شایسته نیستن و در قرآن عظیم و شان این صفات از الله چی شدن؟ نفی شدن. مثلا به شکل مثال در سوره اول نفی صفت خواب و مقدمات خواب. در سوره بقره آیت 255 شما پیدا بکنین در آیت الکرسی در یک قسمتش آمده که لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه و تعالی را نمیگیره سنه چی را میگه؟ مقدمات خواب. الهال مرا چرا مقدمات خواب بگیره؟ مثلا من یک روز خواب نکردم، یک شب خواب نکردم، دیگه روز بیایم درس بدم، در جریان درس سرم این طرف این طرف میره. همین نقصان است. نقصان ما هست یا نیست؟ توان 24 ساعت بیخوابی را ندارم. این عاجزی مرا نشان میده. بناهن همین که مثلا یک نفر در سر چوکی شیشته او رو چشمش پت میشه و خواب میبرن این از دلالت به چی میکنه؟ عاجزیش میکنه. و باز که سم انسان خواب میبره و قرار هیچ از حال خود خبر نیست. یک وقت ببینی مثلا یک طفلک آمده در روی پدر خود کت سامانای آرایش مادر خود در روی شما یک چند تا خط هم کرده و رویشم سرخی سفیده کرده باشه. هیچ خبر نیست. یک وقت میخواد که داینه سایل میکنه که چی کرده؟ وی اشتو که شوخی کرده این سایل روی مرا چی جور کرده. همین که انسان خواب میکنه دلیل عاجزی و نقصانش هست نیست، از جان خود خبر نیست. اینالی صفات نقصان که است. الله متعال میگه الله لا اله الا هو الحی، زنده حقیقی است. امی خواب است این مرگ است. خود خواب مثل چی ورست؟ مثل مرگ ورست. اگر هم رفتی دیگه. اما ای که الله دوباره تو را زنده میکنه باز میگه الحمدلله الذی احیانا
بعدما اماتنا، حمد و ثنا و صفت که ما را پس زندگی داد. پس خواب چی است؟ مرگ است. الله متعال عظمت و قوت خدا بیان میکنه که الله لا اله الا هو الحی القیوم، ذات زنده حقیقی است و القیوم ذات است که کنترل تمامی آسمان ها و زمین و مخلوقات، کل امور از اینا را کنترل میکنه. حالا که الله متعال الحی القیوم است، با صفات نقصان از ذات خود نفی میکنه که لا تأخذه سنة ولا نوم، چون زنده حقیقی است، چون قیوم هست، بناء چی نمیگیریش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. پس این صفات نقصان است که ما و شما به الله نسبت داده نمیتونیم و الله از ذات با عظمت خود چی کرده؟ این نفی کرده. دیگه از صفات نقصان چی است؟ ظلم است. الله متعال میگه ان الله لا یظلم مثقال ذره. سوره نساء آیت 40 شما پیدا بکنین. الله متعال میگه که الله به اندازه یک مثقال ذره هم سر کسی ظلم نمیکنه. پس چرا ظلم کس یک صفت زشت است. انسانهای ظالم بسیار انسانهای بدبخت هستند. پس صفت ظلم به الله سبحانه و تعالی نسبت داده نمیشه. سوم که از مثلا صفت عاجزی، و ما کان الله لیعجزه من شیء. سوره فاطر آیت 44 شما پیدا بکنین. و ما کان الله لیعجزه من شیء، الله سبحانه و تعالی بر شایسته نیست، چون ذات با جلال و عظمت است که چیزی او را عاجز بسازد فی السماوات ولا فی الارض. نه در آسمان ها و در زمین هیچ مخلوق پیدا شده نمیتونه که الله را عاجز بسازه. الله هست که بخواه به یک لحظه کل کائنات نابود میسازه با یک حکمش. ببینید که مثلا به هزارها بلند منزل یک دفعه سقوط میکنه. ما شما بسیاری وقتا میبینیم در زلزله ها قدرت الله سبحانه و تعالی هست. پس صفت عاجزی صفت چی است؟ نقصان هست. این از الله نفی شده.